ماما قربون برم، میخوای امروز اگه حالت خوب نیست نری مدرسه؟ نه میخوام ببرنمون سینما. آره میدونم، پس میریم لقمتو بخور که بریم. باریکلا. 100 بار گفتم این گربه نیاد تو تخمم بدم میاد. موهاش همه جا ریخته. جواب مرخصی تو گرفتی؟ امروز نامشو میزن. یعنی چی؟ دیشب که گفتی مرخصی تو رد کردی. عروسی پس فرداستان، نه یه ما دیگه. حامد دارم با تو حرف میزنم ها. اگه میفهمیدی هنو درخواست ندادم میخواستی شروع کنی قور بزنی. گفتم امروز با رئیسمون حرف میزنم دیگه. من قور نزدم. بودو ماما آسانسور رو بزن. بودو بریم. سلام. سلام. خوبی شما؟ سلام. سلام. مرسی. سلام. سلام. می‌کردم از امروز میری مرخصی. نه از فردا. البته عروسی پس فرداست، فکر کنیم یه روز زودتر بریم. رفتی واسه جلیش ناخونا؟ آره. خوب شد؟ وای خیلی خوب شد. سلین کارش حرف نداره. من رفتم رنگ طبیعی زدم، بازرسم میاد دیگه معلوم نیست. خوبیش هم اینه که دیگه میشه باهاش نماز هم خون، پرسیدم از یه نفر. خودش هم سلام. خودش هم گوش میکنه میاد بالا. سلام. چطوری خوبی؟ ببین با طرح من موافقت شد. تو دلت خوشه. این از خودشونه کلا کلاس هنر کنسل کنه. زنگ می‌زنی اورژانس بیاد که از بچه‌ها قرص خورده. مطمئنی قرص خورده؟ آره مثل چه قرص؟ میخواد خودش قرص خوردی؟ باید بالا بیاری. دستتو بکن تو بس دیگه. بفرمایید. سربی. مثل چی قرص خورده؟ نمیدونم خانم. من میخوام کمکش کنم. تو این هم مشکلات خودتو به من گفتی، من به کسی چیزی گفتم؟ نه. بگو. یه حامل است خانم. آخه اینطوری که نمیشه. باید بگی به خانوادت. شما خانواده من نمیشناسید. بابام بفهمه میکشد. خب به مامانت بگو. مامانم سکته میکنه. میخوای من باشون حرف بزنم؟ نه. صدف جان الان باید عاقل باشی. تو که نمیتونی این بچه رو نگه داری. خب یا باید بندازیش یا به پدر مادرت بگی یه تصمیم دیگه بگیری. هنوز با همون پسر دوستی؟ اسمش چی بود؟ مانی. تو همین کافه سر کوچه کار میکنه؟ کافه مال خودشه. بهش گفتی؟ چی میگه؟ میگه بعد هر چه زودتر از شهرش خلاص. من هر کمکی از دستم بر بیاد بهت میکنم. فقط حتما خانوادت باید در جریان باشن هر تصمیمی که میگیری. فقط میشه قول بدین شما بهشون چیزی نمیگید؟ خیالت راحت. من فکر کردم شوخی میکنه. پس واقعا هیچ کس رو دعوت نکرده. نه دیگه. دیدی بهت میگم این دختر دیوونه است. من گفتم کامیل ناراحت بشه. گفت به همه گفتیم فقط دوستا رو دعوت کردیم و خانواده درجه که خودمون دوتا رو. شما هم که خانواده درجه یک من هست. خب راست میگم مادر. وقتی پدر مادر نداره که بیان عروسیش دیگه بقیه خیلی خوب. هر وقت حرف خواهرت میشه میزنی زیر گریه. گریه نداره که الان عروسی شادیه باید بخندی. بخند واسه من. خیلی خوب خودتو دوست نکن. آفرین دختر قشنگم. ببین این لباس رها فردا ظهر آماده میشه. شما اگه میخواین صبح زود برین نمیتونیم پشت هم بریم ما. حالا بابات بیاد خونه ببینیم اون چی میگه.
قطع هنوز. میخواد یه خط به اسم خودش بگیره. فعلا که نرفته. بابا این حامدم با این کارش نمی‌کنه. مامان جان فکر کنم رهاست دمه در من بهت زنگ میزنم. خداحافظ. بله. سلام عشق من. آسانسور خرابه. یه دقیقه وای سلام میارمت. الان جلومه دارم بهت میگم تاریخ نداره دیگه. تب کرده میخوام ببرمش دکتر. دفترشی خودم چی کار داری؟ چرا؟ نه تاریخ داره. اینو که نمیتونم جای اون بدم به دکتر. قبول نمیکنه. حامد کی میای؟ خودم میبرمش. نه نمیخواد. یه کارش میکنم. خداحافظ. سلام. تازه خوابش برد. حالش چطوره؟ تبش قطع شده. دکتر گفت یه سرما خورده که ساده است. گفت تا یکی دو روز دیگه اگه بهتر نشه دوباره ببرمش پیش. صبح دیدی حالش بده نباید میذاشی بره مدرسه. صبح فقط یه ذره بیحال بود. این بچه ضعیفه. دوباره مثل پارسال همش سرما خورده نباشه. کار نمیکنه. مرخصیت اوکی شد دیگه. نه. یعنی چی نه؟ باید برم مأموریت آبادان. برای همین بهت گفتم باید زودتر درخواست بدی دیگه. فرقی نمیکرد. مرخصیم هم درست میشد. مأموریت بود باید میرفتم. یعنی چی؟ ما این هم برنامه ریزی کردیم. این بچه قرار ساختوش عروس باشه. تمرین آواز کرده. بهش بگم نمیریم؟ سارا جان مهندس اکبری مریضه. من باید جاش برم. میفهمی؟ بعدم باز فرقی نمیکرد. مرخصیم هم درست میشد من نمی اومدم. این بچه مریضه باید بمونه خونه استراحت کنه. تا فردا حالش خوب میشه. بعدم اگه تو نیایی من با مامانم اینا میرم رهارم میبرم. یعنی چی من میرم رهارم میبرم؟ میگم این بچه مریضه نمیفهمی تو؟ به هر حال ما صبح میریم. شما بی خود میکنی. درست حرف بزن. باشه من درست صحبت میکنم. ولی شما هم این بحث رو تمومش کن. جدیدن خیلی سیگار میکشی. خواب هنوز. نه خدا رو شکر تبش قطع شده. نمیدونم کی میره. نه بعد دیشب که بحثمون شده اصلا حرف نزدیم. شما کی راه میافتین؟ آخه خیلی خوش بگذره. حالا در تماسیم دیگه. قربونت.
شما حیف شد امروز مامانینا رفتن. رها حالش بهتر شده بود کاش ما هم میرفتیم باشون. مگه ما خودمون نمیریم؟ پس لباس من چی؟ امروز میریم میگیریم مامانی. فقط بابا مرخصی نداشت، شما مریض بودی، گفتیم بهتره نری. الان بهتر شدی شاید هم رفتیم. حامد ما با سواری بریم؟ با سواری بریم؟ رانندش معلوم نی کیه؟ خب یه راننده مطمئن پیدا میکنیم. اصلا با ماشین خودمون میریم. خودم رانندگی میکنم. شما تو جاده رانندگی کردی؟ که برداری یه بچه رو خودت ببری تو جاده؟ من 15 سال تصدیق دارم. رانندگی من خوبه. تو شهر رانندگی کردی فکر کردی راننده ای؟ بعدش این بچه تازه داره بهتر میشه. ول کن. چرا اینجوری میکنی حامد؟ خودت میخوای نیای؟ میخوای نذاری ما هم بریم؟ آی سارا تو چرا انقدر دوست داری بحث کنی راجع به یه چیزی؟ برای اینکه بحثای ما هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. آی مهندس من تا 10 دقیقه دیگه به شما زنگ میزنم. من میرم حاضر میشم منو برسون فرودگاه. رها بابا شما هم صبونتو بخور حاضر شو با مامان بیا بابا رو برسون. باشه. قربونت برم. الو آقای رضایی. من با آقای مهندس صحبت میکنم به شما خبر میدم. مامان موشه عاقل بود، زن باهوشا کامل بود. یه نگاهی کرد به مهمون، گفت که بچه موش. من چیکار کنم؟ اون پیچید جلو ماشین. حواست تو باید باشه دیگه. با این رانندگی میخواستی بری تو جاده؟ تقصیر من که نبود. همینجا نگردم من پیاده میشم. بوسه بابا رو بده ببینم. حامد بس دیگه گفتم نه. بفرمایید. خوبم. بله منم دوستت دارم. بیا ماما. کیه؟ پدره. خداحافظ. گوشی. الو. رفته بودم آب بخرم داروشو بخوره. ماشین همین جلوی دکس داشتم میدیدمش. الان زنگ زدی همینا رو بگی؟ من پشت خطی دارم فعلا. الو سلام خودم هستم. سلام خانم عسکری خوبین؟ صدف خوبه؟ بله من جلوی پارکینگ خونه‌تون هستم. باشه من منتظرم. خانم امیری؟ بله خودم هستم. ببخشید مزاحمتون شدم نه خواهش میکنم. این چه حرفیه؟ چی شده؟ صدف از دیروز رفته مدرسه بر نگشته. به 1000 نفر زنگ زدم هیچکی ازش خبر نداره. به پلیس هم زنگ زدم حتی. دیگه امروز زنگ زدم مدرسه بهشون گفتم. شماره شما رو مدیر بهم داد. گفت دیروز بعد از اون اتفاق مثل که با شما حرف زده. مثلا اینم به شما چیزی نگفته؟ نه چیز خاصی که به من نگفته. اینا این سن خیلی حساسن. باید بیشتر درکشون کنیم. با خودتون چی؟ با خودتون حرفی نزده؟ هیچ وقت پیش نیومده راجع به مسائل شخصیش با ما حرف بزنه.
وقتی مدیر بهم گفت دیروز قرص خورده داشتم از ناراحتی دق میکردم. هنوز نتونستم به باباش بگم. تو رو خدا شما اگه چیزی میدونید بهم بگید. سلام آقا. سلام. آقا مانی هستن؟ نیستم. کی میان؟ نمیدونم این 2 روز ازش خبر ندارم. چه شماره‌شون رو بدین به من؟ شرمنده نمیتونم. من از آشناهاشونم، کار واجب دارم. باشه ولی من نمیتونم، ببخشید. ممنون. کی رسیدین؟ ما یه نیم ساعتی میشه، جات خالیه، هوا خیلی خوبه. شما چطوری؟ ما هم رفتیم لباس رها خانم رو گرفتیم، انقدر قشنگ شده. ببینم اون خوشگلمو. رها مامانی. سلام مادر جون، لباسمو ببین. قربونت برم، وای عین فرشته ها شدی رها. چه خوشگل شدی تو. بابا کجاست؟ همینجا. سلام بابا. من اینجا. سلام آقا جون. چطوری؟ آخه سلام. سلام. یمون حامد دوروزی طرف پالایشگاه مختل شد. شما روشن فکرا نمیتونستین عروسیتون رو تو شهر بگیرین؟ انشالله شوهر بعدی. این هیجان عروسی شدنه، به دل نگرار. سارا جان عروسی فرداست، با حامد صحبت کنیم. گفتم دیگه چند بار بگم. حالا با هم حرف میزنیم قربونه. خیلی بهتون خوش بگذره. خداحافظ قربونتون. مراقب خودتون باش. توی منزل گیشویش از بود و برون گشته آشفته در مویش روی موارد قطع خفته تی شد راه دشار آخر بر من و یار با بوسه‌ای گرمی به او دادم با لب‌هایی چون قند. مامان این دفتر نقاشی من بیارم؟ بله حتما میتونی مامان. فقط پاشو لباساتو بپوش مامان، دیر میشه، به عروسی نمیرسیم ما. باشه. بودو. ببین آدرس و لوکیشن دقیق برام میفرستی لطفاً. حواست باشه حامدم اگه زنگ زد فعلا چیزی بهش نگو. باشه مامان. خدا رو شکر رها خوب شد. الان خوشحاله؟ داریم میایم مادر جون. شکلت برم که اینقدر ذوق میکنی مامانی. سلام فکر میکنی کی برسیم؟ آدرسو برام بفرست، میذارم تو ویز بهت خبر میدم. باشه فقط مواظب جاده باشی. قربونت. خداحافظ. مادر جا ماما. پدرت مأموریت میاد عروسی؟ نه مامان جان. بیمون. رها مامان، ما به بابا نگفتیم داریم میایم شمال. دیدی که من هر چقدر اصرار کردم گفت نه. الان اگه بفهمه عصبانی میشه. بهش نمیگیم باشه؟ از مأموریتم که اومد نباید بفهمه. این راز بین من و توه. خب؟ باش. سلام. سلام.
ببخشید ایدگره از همین طرفه؟ ایدگره؟ ایدگره همین مستقیم برو. خیلی ممنون. بفرمایید شمارم برسونم. دستت درد نکنه، خونه همین نزدیک هست. خداحافظ. مرسی. الان میرم این کلبت رو آماده میکنم. دست شما درد نکنه. مرسی. سارا کاش بهش خبر داده بودی. بعدن یکی از دهنش در بره حامد بفهمه خیلی بد میشه. عشق من اون الان دلش به این خوشه که ما حرفشو گوش دادیم. اصلا بذار حالا برگشتم شاید خودم بهش گفتم. تو استرس نداشته باش خوشگلم. رابطتون چطوره؟ همونطوری. سارا سلام عزیزم. مبارکا عروس خانوم. کی رسیدین؟ یه نیم ساعتی هست. حواستون هست تمام جاده برف و بارون بود. امشب چی میخواد بشه؟ هیچی نمیشه. با میخوای بیای؟ چیه چشه؟ بعد لباسم؟ نه بابا. سارا با این میخوای بیای جونه؟ نه همونجوری که شما دستور دادین ما میایم به این عروسی دیوونه بازی که شما گرفتین. نه همون لباس. چی شد؟ خدا. چیز؟ سینا کجا؟ من براش چسب زخم بیارم. من بخورم. این بچه رو نتونستی نگه داری. خیلی باحال میخونم و خیلی خوشم اومد ازشون. نه مرسی من نمیخوام. میگم من رفتیم تهران توی بریم کنسرتشون. میخوام برای اولین بار کنسرت بزنم. مستم تیغش بریده شستم. مستم تیغش بریده شستم. بیا بریم شاه چراغ مهدی ببندیم هر کو مهد بشکنی یا خوشگلم برو پیش ما. مستم تیغش بریده شستم. مستم تیغش بریده شستم. یه گل سایه چمن تازه شکفته نه دستم بهش میرسه نه خوش میفته مستم تیغش بریده شستم. مستم تیغش بریده شستم. مستم تیغش بریده شستم. مستم تیغش بریده شستم. شب بود بیابان بود زمستان بود بوران بود سرمایه فراوان بود یارم در آغوشم هراسان بود از سردی افسردی و بیجان بود در پیش آسمین بر خوشگل ازش مجال خود بودم
آخر بر من و یار با بوسه گرمی به او دادم با لب‌هایی چون قند بر رویم زد لبخند برد آن همه رنج و غم یادم. آفرین عشق من، خیلی قشنگ بود. مامانی دیدی چقدر قشنگ مثل ما، مثل ما چقدر قشنگ بود. چه میز شام آخری هم چیزی. خواهم تو شبی چی کار میکنه؟ دیوانه بری؟ رویت رخ من سویت ره من هستی چون بهشت. الو حامد، نشیدم زنگ زدی، کارم داشتی؟ خوابه. نه خداحافظ. بیا مامان. ببرش تو سهله. چی ماما؟ ماما باش بریم ماما، باش بریم ماما. ماما باش باشه مامان، باشه بریم. راه ماما، راه ماما، ماما باشه. راه ماما، چی شده؟ ماما چی شده؟ قربونت برم. قربونت برم. رها چی شده؟ ماما رها جان میگم رها شده. چه بوی گازی میده؟ بگو رها جان.
ببخشید یه لحظه تشریف میارین؟ تسلیت میگم. گواهی فوت رو دکتر صادر کرد. علت مرگ گاز گرفتگی تایید شده. بقیه کارش هم تهران انجام میشه. یکم از این بود. زنگ بزنیم آمید بیا تهران. نباید بفهمم. اگه تقصیرت تو بوده مامان جان. نباید اومدم اینجا. باش نمیگه هیچی نمیگه خدا هیچی نمیگه. باشه بابا جونم.
کجایی؟ سرد اومد. من میرم دنبال کارش. خودم میرم. برو باش. برو. امضا کن. میخوام ببینمش. از این طرف. مامان میگه. بریم. بس تنها برم. بذار بابات بهش بگه. میگم بهش. الهام خوبم، تو خوبی؟ سرم درد میکرد زود خوابیدم. حالا من بهت زنگ بزنم. خداحافظ. چرا بهش نگفتی؟ باید یه فکر دیگه بکنم. فکر دیگه چیه؟ پری تو یه چیزی بهش بگو. سارا جان بذار کم فکر کنم. فردا بهش زنگ میزنم. اون باید پاشو بیاد تهرون. فردا چی رو میخوای بهش بگی؟ بده من خودم بهش میگم. میگم بهش. بده من سارا، لج نکن. بده من. بابا انقدر اذیتش نکن دیگه. شما متوجه نیستی. اصلا نمیفهمی.
یک کلمه به من نباید میگفتی. میخوای چی کار کنی؟ خودم باید انجامش میدادم. کاش راستشو میگفتی، قالشو میکندی. بابا کجاست؟ داره سیگار میکشه. هنوز تو خودش هر وقتی گفتی چیکار کردی. بهش بگو میخوام به حامد زنگ بزنم. حامد یه اتفاق بعدی افتاده. من رها تصادف کرد. خودتو برسون. امروز حالش خوب نبود، بردمش دکتر. ماشین بمونستم. خوب. بده محمد. هلو حامد جان. حامد جان آروم باش. داد نزن حامد جان. گوش بده. حالش خوب نیست. باید بیای. طفلی حامد وقتی داشتم بهش میگفتم بهش خیلی بد شد. بعد گفتم رها، خیلی حالش بده، خودتو برسون. حامد اومد. رها چش شده؟ سارا چرا حرف نمیزنی؟ میگم رها چش شده؟ حامد بابا رها چش شده؟ میگم رها چش شده؟ حامد ما میگم برات چی میگم؟ سارا درست تعریف کن ببینم چجوری شد. دم صبح یه ذره تب داشت. گفتم ببرمش همین دکتر نزدیک. با ماشین رفتیم. تمام مطب جا نبود. یکم دورتر پارک کردم. بعد اومدیم از خیابون رد شیم. این ماشین با سرعت اومد زد بهمون. من رها افتادیم زمین. دیگه هیچ یادم نیست. چشم باز کردم بیمارستان بودم. یه ضربه محکم خورده به سرش. ساده چجوری زده در رفته؟ میدونم
نتونستم برم این مأموریت گفتی رو. کاش رفته بودیم عروسی سارا، کاش رفته بودیم. مامانتی نمیدونن؟ بهشون خبر دادی؟ چی بگم؟ گریه نکن. بمیرم واسه دلت حامد جان. دلم سوخت. از خودمون خجالت کشیدم. بیا خاله یه ذره از این بخور. بخور یه ذره. صبح بچه‌مو تو سردخونه دیدم. این کار خوابیده بود. یه زخم و کبودی رو پیشونیش بود. خواستم بغلش کنم ببرمش تا آمبولانس، نذاشتم بچه رو بغل کن. بمیرم نبازم اینجا. راننده عوضی رو پیدا کنم. چطوری هیچکی ندیدتش؟ آدم تو اون خیابون نبود. پیداش میکنم بیشرف. ساعت 7:30 صبح بود. اومدیم اینجا جلو مطب جانم من سر کوچه پارک کردم. خب بعد ماشین سر کوچه بهتون زد؟ توی کوچه زد؟ منظورم اینه بر خیابون زد یا توی کوچه؟ توی کوچه. رنگ ماشین چی بود؟ مدل ماشین؟ من ندیدمش بعدشم که بیهوش بودم. کی شما رو برد بیمارستان؟ نمیدونم حامد، میگم بیهوش بودم دیگه. خب الان اون کوچه مطب کجا پارک کردین شما؟ کم جلوتر. بهم بگو دقیق. همینجا. اینجا؟ همینجا.
ولی رفتی طرف مطب دیگه. این مسیری که رفتی رو برو. کجا زد بهتون دقیق به من نشون بده. همه 100 دفعه گفتم وسط همین کوچه. اون ساعت مثل که هیچکی نبوده ولی میشه دوربینا رو چک کرد. بریم کلانتری. نامه پزشک قانونی جواز دفن دست پدر خانوم همه قانونی نیست. باید میآوردیش. خیلی خب حالا یه کاریش میکنم. ایشون همسرتونن که تصادف کردن؟ بله. ایشون هم باید اظهاراتو امضا کنن. خانم بفرمایید اینجا رو امضا کنید، مشخصاتتون هم بنویسید. چقدر دیر واسه شکایت اومدی؟ من تهران نبودم، بعدش هم حالمون خوش نبود. میفهمم. عجیبه ولی ما هیچ گزارشی از این تصادف نداریم. میشه لطفاً یه پیگیری کنید؟ الان میگم یه استعلام بگیره. فقط 2-3 ساعتی ممکنه طول بکشه. اشکالی نداره. راحت بشین. اینا تصاویر دوربینای کافه و آژانس و مطب آوردن. البته محدوده زیادی رو پوشش نمیدن. ولی خوشبختانه ته کوچه یه شرکتی بوده که پارکینگش دوربین داشته و اون دوربین تونسته کل کوچه رو بگیره. ولی فعلا شما این فیلم‌ها رو ببینید تا استلام پرونده‌تون بیاد. خیلی ممنون. این تصاویر همون دوربین ته کوچه است، حدوداً همون ساعتی که شما گفتید. بله. اینو یه لحظه زوم کن. برش کردون این عقب لطفا. سارا کسی تصادف نکردی؟ و چی میگی این چند روز به من؟ چرا به من راستشو نگفتی؟ برای چی به من دروغ گفتی؟ با تو هم لارد کردی آشقا میگه چرا دروغ گفتی به من؟ حرف بزن میکشمه بچه‌مو چیکار کردی؟ سارا نمیذارم اینجا زنده بری بیرون نمیذارم زنده اینجا بری صداتو بیار پایین صدفاً بچه‌مو کشتی به خدا نمیذارم بیرون میگم بچه‌مو چیکار کردی آشقال بچه‌مو حرف بزن آقا با شما ما رو برای چی به من دروغ گفتی؟ با تو هم لارد شدی؟
حامد جان. حامد پسرم، باور کن انقدر شرایط روحی سارا خراب بود که اصلا جرأت نکرد به تو بگه. باور کن. حال روحی اون خراب بود. شما نباید راستشو به من میگفتی؟ بابا به خدا حال ما از اون بدتر بود. دست شما درد نکنه. من شب عروسی به شما زنگ نزدم. نباید همون شب همه چیزو به من میگفتی. حق با تو. من همه چی توضیح میدم. حرفی هم داشته باشم تو دادگاه میزنم. من از خود شما دو نفرم شاکیم. کجا خان؟ دخترم نمیشه، فقط شاکی و متشاکی. یعنی طبق این دادخواست شما ایشون رو متهم به قتل دخترتون کردید، چون توی پرونده گواهی پزشکی قانونی هست مبنی بر خفگی. البته من ایشون رو متهم به قتل نمیدونم، ولی در صورت کاری که این خانم کردن منجر به مرگ دختر من شد. با توجه به اینکه من به عنوان شوهر ایشون، به عنوان پدر اون بچه چندین بار با رفتنشون مخالفت کردم. خانم شما چرا بدون اطلاع همسرتون رفتین سفر؟ جوابی ندارم بدم. اجازه بدین آقا. بفرمایید. ایشون نه تنها فقط سفر رو بدون اجازه من رفتن، بلکه یه دروغ بزرگترم به من گفتن. این اتفاق تو شمال برای بچه من افتاده و خودشون و خانواده‌شون میگن ما تو تهران تصادف کردیم. برای من صحنه سازی کردن. کجا میرید؟ ما از صبح تا اینجا برای چی اومدین تو؟ بفرمایید بیرون. نه برای چی میاد تو؟ یه مأمور بذاره کسی نیاد. کجا داری میری بدون نوبت؟ در هر صورت حاج آقا من به ایشون دیگه اعتماد ندارم. از کجا معلوم دلیل مرگ بچه من خفگی باشه؟ از کجا معلوم یه دلیل دیگه ای فوت نکرده باشه؟ توی پرونده گواهی فوت هست، ما طبق اون پیش میریم. ببینید خانم، ایشون ولی قهری بچه هستن. اگه ثابت کنن که سهلنگاری از طرف شما بوده محکومید. لطفاً توضیح بدین. خانم، حرف نزدنتون هیچ کمکی به شما نمیکنه. خیلی خوب. شما فعلا با توجه به شکایت و اتهامی که بهتون وارد شده با قید وثیقه نقدی آزادید. اینجا امضا کنید. انگشت بزنید. حرف هم که نمیزنید. شما امضا کنید. حاج آقا دختر من هیچ کاری نکرده، اتفاق افتاد. این خودش الان داغداره. اون بچه خب بچه اینم بوده. شما مادرشی؟ بله. دخترتون به قید وثیقه نقدی آزاده. البته فعلا. وثیقه چرا؟ مگه این چیکار کرد؟ بفرمایید برید کاراشو انجام بدید، شب نمونه توی بازداشتگاه. دستور میدم جلسه بعد به عنوان شاهدم حضور داشته باشید. بهش بگی جلسه بعد حرف بزنه این قضیه تموم بشه بره. سلام. 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 چی شد بابا، تونستی با حامد حرف بزنی؟ رفتم دنبالش، ولی اصلا وای نساد ببینه من چی میگم. حقم داره. یعنی چی؟ منم جای بودم حال روزم بهتر از این نبود. اونم الان عصبانیه دیگه.
عجب عوضی این حامد. باید با مادرش تماس بگیرم. خودش اصلا بابا دیگه حرفم نمیزنه. سارا مامان جان دیگه آرام بخش نخوری ها. چند بار زنگ زدم در باز نکرد. مردی که پوفیوز نه جواب تلفن میده نه در خونه‌شو باز میکنه. سینا والا به خدا انگار خواهرمون قاتله. این چه طرز حرف زدن مامان جان؟ گرفته کتکش زده، شما هم که هیچی نگفتی. مگه نگفتی خواهرش رازیش کرده منو ببینه؟ این حرفی بود که خواهرش زد. گفت حدود 3 میاد. الان 3:30. ایناش یک دقیقه گوش سینا زشته. بگردی کی هستی؟ چه صفت؟ سنت چه صفت؟ تو نیستم مگه؟ تو غلط کردی دست خواهر من بلند کردی آشغال! تو مادر باش! چه صفت؟ الو خانم عسکری 12 شب بود یه زنگ زدم برم برای شناسایی. صدمو زیر پل پیدا کردن که از خونریزی سخت مرده بوده. دوربینای پل گرفتن. ما یه پسره بوده اونجا جر و بحث کردن. به سر گذاشته رفته صدمو پایی پیداش کردن. متاسفم. تو پزشکخانه فهمیدم که حامله بوده. از عرض ما خونه نمیبنده. اگه زودتر میدونستم یه کاری براش میکردم. به من زنگ زد گفت نگرانم نباش. من اصلا نمیدونم ما کی بوده. من این عکس از تو اینستاگرامش پیدا کردم. من همه دوستاشو میشناختم، هم کلاسیاشو میشناختم. ببین شما کسی رو میشناسید؟ گفتم بیا کمکم کنی. خانم عسکری بله من میدونستم صدف حامل است. چی؟ ازم قول گرفت به شما نگم. چرا الان دارید اینو میگید؟ چون من اعتماد کرده بود من نمیدونستم باید بهتون بگم یا نه. من اگه میدونستم شاید الان بچه‌م زنده بود.
اون روزم که میخواست بچه‌شو سقط کنه من بهش گفتم اول با شما حرف بزن. شاید باید بیشتر بهش اصرار میکردم. شما باید همون روز به من میگفتی. یه چیز دیگه هم هست. صدف به من گفته بود پسری که باش دوسته صاحب کافه سر کوچه مدرسه است. یه دقیقه صبر کنید من بیام پایین. اون روز که گفتین صدف گم شده من رفتم سراغش. گفتن نیست. ببخشید الان دارم اینا رو بهتون خانم امیری صبر کنید لطفا من بیام پایین. شما بالاخره تصمیم گرفتی حرف بزنید یا نه؟ ببینین دختر من اصلا حالش خوب نیست. حامد جان شما خوب میدونی که همه اینا فقط اتفاق بوده. برای چی داری خودتو سارا رو اینقدر اذیت میکنی؟ سنت از روزی که اون بچه اینجوری شده یه قطره اشک نریخته. دختر من تو شاکن. آخه چرا این کارا رو با خودتون میکنین؟ من گفتم تو این جلسه حضور داشته باشید فقط جهت شهادت. همه چیز تو اظهارنامه هست. کلی هم مهمون اونجا بودن که میتونن شهادت بدن. دیگه دروغمون واسه چی آقا جون؟ نه من نگفتم دروغ میگید. همین که همه چی من پنهون کردید شما هم شریک جرمید. حامد جان اجازه بدین آقای امیری. من اظهاراتتون خوندم. البته پرونده شاکی عمومی نداره چون ثابت نشده مرگ بچه در اثر سهلنگاری مادر بوده. ولی شاکی خصوصی داره. ولی قهریشون هستن. فقط باید ایشون رضایت بدن. ما چند بار رفتیم در خونه ایشون که با ایشون صحبت کنیم. اما دامادم اصلا دیگه به حرف ما گوش نمیده. یعنی اصلا اجازه این کارو به ما نمیده. خانم شما بهتره به جای سکوت با شوهرتون حرف بزنید. راضیش کنید. یه دلجویی، معذرت خواهی. شما خودت مادری میفهمی من چی دارم میگم. ما باید کمک کنیم بچه ها مشکلشون حل شه. ای بابا چی بگم؟ سارا واقعا حال روحیش خراب بود. حالا البته تعریفی نداره. مریم جون به خدا ما تو دادسرای یک کلمه راجع به درگیری کلانتری هیچ حرف نزدیم. ما هم راضی نیستیم هیچ کدومشون انقدر اذیت بشن. اما حامدم حق داره دیگه. میگه چرا همه به من دروغ گفتن؟ سارا، مادرش، پدرش. شما درست میگین. حق با حامده. ولی به خدا برای هممون شرایط خیلی بد بود. حالا باز من و مادر بیشتر باش حرف میزنیم. میگم دایی بزرگم هم باش حرف بزنه. سعی میکنم یه قرار حضوری بذاریم همدیگه رو ببینیم. ایشالله که رضایت میده. خیلی ممنون مریم جون. از قول ما به همه سلام برسون، به دایی، به مامان، به همه. قربان تو. خیلی ممنون. سلامت باشه. خدا. حامد جان شما هم دیگه اخماتو وا کن دایی. رضایت بده. نه خودت اذیت کن نه این بنده خدا رو. ما هممون حال شما رو میفهمیم. به خدا داغون شدین هر دوتاتون. بس دیگه. اتفاقی که نباید میافتاد افتاده. هممون داغ داره. وضعیت روحی سارا رو ببین حامد جان. تو هم حق داری مادر. غم اولاد سخته. ولی اونم مادرشه. یه اتفاقی افتاده. عمدی هم در کار نبوده. معلومه که عمدی در کار نبوده. دایی جان شما هم به بزرگی خودت ببخش. آره حامد جون. شما گذشت کن. انشالله یه مدت میگذره همه چیز درست میشه. زمان همه چی رو حل میکنه. چایتون سرد میشه. بفرمایید. دست شما درد نکنه.
سلام. سلام. دارم میرم مأموریت. منو برسون فرودگاه، بعد برو خونه.